بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و موالاه. ما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران بزرگوار، این پیام من را به عزیزانی که در سمرقند و بخارا هستند برسانید. بنده اطلاع یافتم نظر به بعضی از اطلاعات و اخباری که بعضی از دوستان به دسترس من گذاشتن که بعد از قضیه غزه صهیونیست های ترسو و یهودی های ترسو شروع کردن به فرار کردن و مهاجرت کردن به بعضی از کشورهای دیگر. از جمله شما دیدید قضیه‌ای که در داغستان اتفاق افتاد و همچنین در قفقاز که مردم مانع ورود اینها شدن، اما در سمرقند و بخارا مهاجرت اینها زیاد شده، مهاجرت صهیونیست ها زیاد شده. ای مردم عزیز سمرقند و ای مردم عزیز بخارا، متوجه باشید، زیرک باشید، نشود که همان بلایی که این صهیونیست ها بر سر مردم فلسطین آوردن و سرزمینشان را غصب کردند و دزدیدند و برای خود دولتی به نام اسرائیل به وجود آوردن، همین بلا را بر سر شما بیاورند. اینها مردم نمک به حرامی هستند. در هر جایی که رفتن صاحب خانه را کشتن و خانه را تصاحب کردند. به اینها خانه نفروشید، به اینها خانه اجاره ندید و با اینها متوجه باشید که به گونه‌ای برخورد کنید که نشود شما را بفریبند، نشود که مانند مردم فلسطین که ملت فلسطین و مردم فلسطین و مسلمانان فلسطین را تباه و برباد کردن. 75 ساله که به خاطر دلسوزی به اینها حالا دارن رنج میکشن، به اینها دل سوختاندن، چون اینها را در جاهای مختلف میکشتند و میبستند و میزدن. اینها را مهاجرینشان را پذیرفتند، در سرزمینشان قبول کردند. بعد از آن صاحب خانه را کشتند، مردم را کشتند، آنها را از خانه هایشان اخراج کردند و فعلا خانه هایشان را تصاحب کردند و نه تنهایی که تصاحب کردند بلکه بقیه جاها را هم میخواهند بگیرند و بلکه برای خود حکومت تشکیل دادند. پس نشود که این بلا بر سر شماها بیایه و متوجه باشید برادران و خواهران مسلمانم. جزاکم الله خیرا. در حفظ و پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.